خب بچه ها سلام. نکنین یک کودی رو ما درست کردیم. خب نکنین مثلا من خرابترین گلدون رفتم داخل گل فروشی خریدم آوردم. نکنین اصلا سوخته، نه پاجوشی داره نه چیزی. نکنین سر سوخته، اصلا تمام سراش سوخته، انقدر داغونه. نکنین تمام این پاجوشایی که زده داغون شده اصلا. خب نکنین یه ذره محلولمون نکنین نریزین. الان بهتون میگم چقدر میریزین، زیادم نریزین. ببینید اینقدر زیاد بچه 6 گرم 6 گرم میدین. 6 گرم میدین داده مثلا بهش آب دادن. میدید توی بهتون خالیش کنم کامل. خب یه بطری آب میدید. خب مثلا نکنید این کوده تو بلند مدت جواب میده. خب این قشنگ باید بره فروکش کنید به پایین. خب فردا از این چیز براتون ویدیو میذارم ببینید چجوری شده. خب بچه‌ها نکنید سر ویدیو قبلی خب شاید بعضی‌تون بگن که اینا سرسوختگی بخاطر آبش. آبش بخاطر چیه؟ بخاطر خاکش. نکنید چند بهتون توضیح بدم. نکنید خاکش داری من اینجا آب نزدیکم ندارم. خب آب میریزی از اون ور بیرون، درسته؟ این از خاکش ما اولم میاری. نکن این بدترین گل دیگه، بدترین گل خاله بفروش. خب خب من کجا دادم براش روز اولش براتون ویدیو گرفتم. دیگه دیدم که داره خوب پیش رفت. دیگه گفتم توی یه ویدیو دیگه نکن. همین ویدیو اینجا روز دومه دقیقاً. روز دوم که انقدر پیش رفت. چه بشه ببینید بالا ببینید. آقا این پاجوش هم که زده بود روش بردم. خب اینا پاجوش نیست. میدونم آقا اینا نگید که داره میام ویدیو میذارم میگه اینا پاجوش نیست و اینا میدونم اینا پاجوش نیست. اینا داره بزرگ میشه. شاخه خودش زده. درسته؟ من میگم یه چیزی رو خواستم تست کنم بذارم کامل بیارم. خب رفتم بردم. خب این که بگید شما شده این چرا اینو زدی؟ خب مثلا این یک شاخه اضافیه. اینا اینا شو کیلو هیاتی. خب اینا یه شاخه اضافی شده شما بیارمش. این مثلا مواد مغذی که ما بهش میدیم. خب این شاخه هم دریافت ولی هیچ چیزی هیچ فایده به ما نداره. الکی فقط مواد ما رو استفاده می‌کنه. نمیشه. خب این دو روز بهشون روز اول بودم که اینجوری نشه. خب آخه این مواد تو شاید بگید که شاید بعد از یک هفته میدوید، ولی من میگم که بعد از 2 روز واقعا 2 روز که اینجوری بعد درسته. مثلا این که بدترین گله. خب شما مواد که می‌خواید خاصش هر هفته بدین 3 گرم نشون بدم 3 گرم. خب این بیارم چیز شما هر هفته بدترین گل. خب قیمت زیادی نداره. واسه 10 گرمی داره. خب واسه 10 گرمی یعنی شما میتونید واسه 10 گرمی شما 3 بار بدید. خب چرا شما صفر 2 گرمی نه 3 گرم این 3 گرم. خب اینتون میگم 3 گرم. خب این 3 گرم خب برای یه بعدش یه هفتهشه شما این 3 گرم رو تو چند روزش بدید. مثلا چقدر اونقدر ریز ندارم مشخصه. نشون بدم چه این کلا 3 گرم همینقدر هر روز میتونی شاب بدید. ولی اینکه من میگم هر هفته مثلا یا من یکی مثلا داخل منوی که مثلا داخل یک جای گرم مثلا نمیدونم گرمسیر. خب جلوی نور آفتاب میذارمش. آفتاب خیلی شدیده با اینکه نور غیر مستقیم هست. ببین مستقیم وارد نمیشه، غیر مستقیمه که یه چیزی جلوش هست و بازم پرده میاد جلوش. خب مثلا هر هفته نور من خیلی خب چیز اینکه بهش چیز هر هفته شما خیلی بسته که میگم هر 3 گرم. خب 3 گرم شما وقتی گیاهتون کامل خوشی تو گفتم که نکنید چیزی چوبی چیزی میکنید خیلی کامل نکنید. گیاه من هنوز خوش نشد چون دادم آب بهش دیگه. آب دادم یه دیگه بودم برای کاشت آبم بهش دادم. دوباره من روز اول بهش آب دادم. خب روز دوم بهتون گفتم که نتیجه میداره. یه ویدیوشو میذارم روز سوم که الان باشه. روز 3 روز کلا بوده. 3 روز کلا رخ داد. خب قبلش هم که بودم خونه درش دادم یعنی که زد چشم بیرون مثلا اندازه یک سرش دادم که فقط خاکش یکم خاکش بهتر بشه از چیزی که هست. درسته ولی خاکا شما گیاهی که می‌خرید تو دومای اول عالیه. برای چی؟ اینکه تمام مواد مغذی داره داخل خاک. خب میارم گیاه استفاده می‌کنم مواد مغذی داره بخاطر گلفون داره. هر چیزی گلفروشی مواد مغذیشون بعد از دوم مواد مغذیشون تموم میشه. درست اینو باید تامین کنید دیگه. شما نور آفتاب بیار فقط کافی نیست.
درست مثلا من نکنید حالا نمیدونم چه جوری بهتون بگم مفاتن مقدس شما فکر کنید یک حیوان دارید یک مثلا قناری دارید یه ظرف غذا میذارید جلوش تو 2 ماه این ظرف غذا تموم میشه جلوش آب میذارید جلوی نور هم میذارید فکر کنید قناری هم گیاش است بعد از 2 ماه غذاش تموم میشه بادیش بدید که تقویت بشه و اینکه پولتون رو الکی دور نریزید درسته من زیاد نمیتونم بگم که این من کدوم چیزی که من درست کردم فلانه و فلانه اینکه بهتون میگم واقعا نتیجه میده میشه واسه 3 گرمی واسه 3 گرمی زیاد قیمتی نداره برای قیمت داخل داره از من سوال واسه 3 گرمی بگید تو گیاه خودتون مثلا کاکتوس سانسوریا چیز دیگه این داخلش قاشقش چه قاشقش نکنید این قاشقش چه از تو چه جوری واسش کنید قاشقش که اینجوری هستن با داخل آب بریزید قشنگ هم بزنید هم بخوره مثلا گوله گوله شد این به قاشق خورد نمیخوره خب گوله گوله نشه مثلا هم خالی ماده سفید نگیرید خب اونو به روی برگاش اسپری کنید خب ولی ما قاشقش که زدید داخلش چیز بالایی است شما بگیرید بریزید پای گل اینجوری نمیشه چون درصدش خیلی پایینه مثلا یه جوری دیگه ایرانیه خب چیزی که مثلا می‌کنید خارجی ها دیگه درسته باید اسپری کنید خیلی بیشتر تاثیر داره ولی اینکه داخل خاک بره مواد ما رو ریشه میرسونه گفتم اینو بعد ریشه میگیره تمام گلایی که آفت دارن به تمام که ندارن اینو میکنه و بعد دوباره شروع کار میکنه روند ریشه زایی رو ادامه میده ریشه میزنه هم شیشه رو پخش میکنه بعد باجوش میزنه بعد مثلا میگه یه کسی دوست داره خونش پر از گل باشه خب مثلا یه گلی دارید شما هم توس خیلی چمنده است از اون دارید خراب میشه از این محصول اول چیزی که گرفتید بعد از این محصول واسطش استفاده کنید از اون استفاده کنید اشکال نداره بعد از 2 ماه از این استفاده کنید از اون استفاده کنید تا زیاد بشه اول باجوش مثلا همین خیلی کم دوست خب این رو نشون میده دوست تا میزنه بعد زیاد میشه اول میره اون چیزی که خرابن برگی که خرابن رو تبدیل میکنه تموم میشه برگ درست میشه و یک ماه مثلا 3 تا باجوش میزنه این باجوش نیست این باجوشه که از ریشه اصلی زده این از ریشه اصلی از ساقه اصلی که کدوم این باشه یا این نمیتونه درش کنیم باشه از این باجوش زده خب ساقه یا ماتر باجوش زده خب ولی که ما این چیزی روش بوده زیادش نرسیده اینکه کل روش بوده اسمش نرسیده و اینجوری شده باجوش که اصلی که زده خیلی بزرگ شده ساقه داده دیگه اینجا بود زده و تموم شد خب تموم بعد از 2 ماه بعد از تموم شده خودشون کنار و ما الان دوباره گرفتیمش که دوباره خودش خوب شه مثلا نگران گیاهتون نباشه با این محل یه 3 گرم بگیرید واسه 3 گرم قشنگ وزن میشه یعنی چیز نباشه دستورش روی خود بسته نوشته میشه و شما حساب میشه سوالی چیز دیگه خیلی سوالی داشتین داخل دارید این ویدیو رو اینجا تمام میکنم و اینکه سری بعد با یک بهتر از این یا بدتر از این پیدا میکنم. شما خدا نگهدار.